در تاب رفت و تش طلب کرد و ناله کرد. آن تش راز خون جگر با غلاله کرد. خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، خود را تهی ز خون دل چند ساله کرد. حسن جان حسن جان دو بیت و مقدمه خوندم این جمله رو بگم. این جمله منتسب به امام حسن علیه السلام. جگر من وقتی پاره پاره شد که تو کوچه راه رو بر مادرم فاطمه گرفتم. وقتی می رفتیم دست من تو دست مادرم بود، اما وقتی برمی گشتیم من دست مادر رو گرفته بودم. مادرم حالا حد که دارد هوس کرب و بلا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. تا دید قاسم جان به کف گرفته عازم میدان شده، صدا زد ولدی یعنی پسرم، با پای خودت به استقبال مرگ میخوای بری. عرض داشت عمو جان چه کنم، آخه تو غریب و تنها شدی عمو جان. یادگار برادر و در آغوش گرفت، اونقدر تو بغلم گریه کردن حتی غشی علیه ما بود. هر طوری بود اجازه گرفت وارد میدان شد.
اما رجز میخونه تنکرونی فهم ابن الحسن سبت النبی المصطفى المعتمد شمشیر میزنه طوری که صدای الله اکبر از خیمه بلند میشه. قریب به 35 نفر رو به درک واصل کرد، اما از لشگر یه نفر قسم خورد، گفت به خدا من این پسر رو میکشم. کاری کردن از عصر رو زمین افتاد، نالش بلند اقفنی یا امو به فریادم برم، ای امو زود بیا بر سر من، تا نگردید خبر